هسته خرما رو جدا میکنیم، بهش آب اضافه میکنیم و 15 الی 20 دقیقه میذاریمش کنار. بعد آبکشش میکنیم. به خرما کره بادام زمینی و نمک رو اضافه میکنیم و خوب میکس میکنیم. دو قاشق غذاخوری ازش کنار میذاریم. به بقیه مواد آردجو اضافه میکنیم و دوباره میکسش میکنیم. مواد رو بریز روی کاغذ روغنی، صافش کن. بعد به حالت مستطیلی درش بیاره. اون دو قاشق موادی که گذاشته بودیم کنار روش بریز. بادام زمینی رو روش بچین و 1 ساعت بذاریش تو فریزر. بعد 1 ساعت که مواد اون تو فریزر بود درش میاریم و به 4 قسمت مساوی تقسیمش میکنیم. دوباره میذاریمش توی یخچال. توی مدت زمان هم شکلات تخته اون رو به روش بنماری روی آب جوش آب میکنیم. شکلاتایی که آب کردیم و روی موادمون میریزیم. یه طرفش که گرفت برعکسش میکنیم و روی طرف دیگه‌ش هم دوباره شکلات میریزیم. در آخر هم نیم ساعت میذاریمش توی یخچال. شکلاتمون دیگه آماده شده. یه شکلات اسنیکرز خونگی خیلی خوشمزه و راحت. پیشنهاد می‌کنم حتما امتحانش کنید. خیلی خوشمزه است. نوش جان.